به 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 به، سلامی موشکافانه و بسیار عمیق به همه شما دوستان با صفای خودم. آقا این تحریما افسار سیدعلی رو چسبیده و هی کشون کشون آوردش لب آخر زهرخوری. از اونجایی که قصه 1001 شب اتمی ولایت یواش یواش داره به برگای آخرش میرسه، دوباره عظما انداخته تو کوچه علی چپ و پیچ و واپیچای همیشگی. آقای نجف زاده سلام، از مذاکرات امروز نمایندگان کشورمان با تیم مذاکره کننده 6 کشور بگید. مذاکرات امروز ایران و 5+1 در حقیقت از یک صبحانه کاری آغاز شد. وقتی آقای ظریف و خانم اشتون صبحانه کاریشون رو صبح با هم صرف کردند و صحبت‌هایی رو درباره بحث مذاکرات امروز مطرح کردند و بعد از پایان این صبحانه کاری دو طرف گفتند که مذاکرات خوبی بود و البته آقای ظریف گفت که طرف مقابل باید این مذاکرات رو بسیار جدی بگیره. بعد از این صبحانه کاری بود که خفه کردی ما رو با این صبحانه کاری. کله پاچه که نخوردن که، یه نون و پنیر و چای سرپایی زدن دیگه. صبحانه کاری رو ول کن، اسرونه زهرماری سیدعلی رو بچسب. جای این که گیر کردن خر عظما تو گل مذاکرات رو گزارش کنی، مثل این ندید بدیدا هی میگی صبحانه صبحانه. حال این چندمین باریه که مذاکرات تیم دیپلماتیک ایرانی با زلف سوئیسی ها گره خورد. بیا اینم از گزارشش. آخه چار چنگولی، زلف سوئیسی ها رو چی کار داری تو؟ گره خوردن ریش سیدعلی رو به دنب کوسه رو داشته باش. اصلا ولش کن بابا، این حالیش نیست. آقا این طرف رفته ژنو گیر پاچ کرده. بریم سراغ جمعه بازار و دایناسور تارنکبود بسته ولایت، ببینیم این چی میگه. وزیر خارجه آمریکا به آقای نتانیاهو این جمله رو گفت آقا مطمئن شما باشید ما با ایران توافق بدی نخواهیم کرد. یعنی توافقی که به ضرر شما باشه ناراحت بشید نخواهیم کرد. این معنیش یعنی ما با ایران هیچ توافق خوبی نخواهیم کرد. معنیش اینه دیگه. خب اینه که مقام معظم رهبری میفرمان من به مذاکره خوشبین نیستم، یعنی فکر نمی کنم نتیجه بخش باشه. جالبه، طرف مثل کنه چسبیده به میز مذاکرات، بعد میگه خوشبین نیستم. ببین خوشبین باشی یا نباشی، دلت بخواد یا نخواد، نرمش بکنی یا نکنی، آقا ته خطه. اینجا همونجاست که عظما باید برقصه، از بسیجی هم نترسه. حس میکنم زلزله رو تو بیتت، چطور شکاف نظامو بدوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. تعارف و عارف رو بذارید کنار، زهر رو زهر مار کنید. حالا این حرفا رو ول کن، حرف مهم تو بزن. دشمن شناسی بسیار مهمه. غفلت از دشمن خطره. دشمن یک آن آرام نمیگیره. اگر ما غافل بشویم از دشمن ضربه میبینیم. باید دشمن رو شناخت. حالا شد، به این میگن فاز خرفهم شدن. حالا یه نمونه از شناخت دقیقت از دشمن رو برامون تعریف کن ببینیم. برادر عزیز روحانی سراغ داریم. یک جمله مؤدبانه به یک زن بدحجاب گفته یا نگفته، یکی از این اراذل با مشت حمله ور میشه، بهش میزنه تو چشمش، کورش میکنه. خود دشمنتو شناختی مارمولک،
واسه هر کی قمیشه ذلیلانه بیای و با هر کی مذاکره کنی با ملت ایران نمیتونی. چشم نظام که سهله، مشت جوانای ایرانی دک و دندون ولایت رو خورد میکنه. امامتو دو دستی بچسب که بوکس تو راهه. رقصای داغ و شفا